چالش مقاومت ماشین‌ها در GTA. سلام بچه، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چالش های GTA V. امروز میخوایم چند تا ماشین مختلف GTA رو تست بکنیم برای تست مقاومتش که از این کوه چیلیات ما پرتش کنیم پایین، ببینیم که چجوریه و فیزیکش چجوریه، مال شده روش و اینا. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد، لایک و ساب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. خب ما اول وای میسیم این یکی تلکابینه بره سر جاش، بعد سریع تخته میکنیم و میریم که ببینیم چه اتفاق قرار بیفته. بریم 3، بریم 2، بریم 1. من دیگه ماشین رو ول میکنم، ببینیم که کدومشون مقاوم ترن و کدوم زودتر یا منفجر میشن، کدوم چجوریه، فیزیکش خوبه، کدوم بهتره، کدوم بدتره. منطقی اسکی داره میره. بله خب بچه، این ماشینی بودش که ملاحظه کردید به این شکل در اومده و کلن فیس عقبش تغییر کرد و مقاومتش در این حد بود، ولی نه منفجر شد نه اسکلت بندی سقفش تغییر کرد. یه ذره مثلا هاچبک شد دیگه، خودتون میتونید مشاهده بکنید. هنوزم میشه باهاش راه رفت، دمیج اون چنانی توی موتور نخورده و به این شکل در اومد. این ماشین خود فرانکلین بود توی بیسیک خود GTA. بریم سراغ ماشین بعدی. خب بچه‌ها، این ماشین بعدی هستش که ملاحظه میکنید یکی از ماشینای معمولی و متوسط شهر و بریم برای مقاومت این کوپم هستش. حالا ما هر وقت میایم هی باید اینا باشن. بریم ببینیم که این چجوریه. آماده 3، 2، 1. این اصلا سرعتش هم کمتر بود. یا ابوالفضل، عالی 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 عالی، بسیار هم منطقی. تا هر جا که وایسه دیگه میبرم ببینیم چی شد دیگه. مخالفت نکن، برو داداش برو، جا داری، سنگه داره میاد. Herkese salam. خب بچه ها، اینم از این ماشین دوممون که به این روز اومد. خیلی هم عالی. جلو تقریبا اوکیه و کناره ها با سقفش که اصلا تکون نخورده، اون اسکلت بندی خودش رو حفظ کرده. این حالا یک کمی با توجه به که سرعتش کمتر بود و وزنش هم کمتر بود نسبت به ماشین خود فرانکلین، فیزیک بهتری رو نشون داد و مقاوم تر بود و همونجوری که مشاهده میکنید میشه سوار شد و انجینش هم سالمه. بریم سراغ ماشین بعدی. خب بچه‌ها، ماشین سوممون پورشه خود شهر، یکی از محبوب ترین پورشاست و یکی از سریع ترین ماشینای شهر به حساب میاد. میخوام ببینیم اینم کوپه است، مقاومتش چجوریه و ببینیم که فیزیکش چقدر تفاوت داره با اون یکی ها. این از ماشین فرانکلین هم سریعتر پرتاب شد. فکر کنم منفجر شد. اوش گوه خوردن، ناموسن گوه خوردن. آی فرانکلین دردش گرفت، دمیج خورد خود فرانکلین. این زنگه همیشه باید بیاد. این ور نمیشه بره، همه دارن میرن این ور. یا خدا. بله عالی، بسیار عالی. خب یه سنگ دیگه هم داره میاد، اگر بیاد. این خیلی اومد پایین. خب بچه، اینم از ماشین سوممون، پورشه نازنین تبدیل شد به یک ماشین دیگه
عقبش خیلی دمج خورده و معمولا جمع میشن همشون از عقب. سقفش میشه گفت تقریبا یه ذره از عقب دمیجو داشته. انجین سالم، همه چی اوکی. رنج مقاومتیش متوسط بوده، ولی فعلا تا الان بیشترین برخورد این ماشین بوده چون عقبش کلا نیست، انگار سوخته آتیش گرفته. بریم سراغ ماشین بعدی. ماشین چهارم هم ماشین اسکایلاین، طرح اسکایلاینه ولی خب شتابش و اینا با بقیهشون فرق داره، تیون شده است و اینم کوپه است. میخوایم بریم ببینیم که این چه عکس‌العملی میتونه نشون بده توی این کوه. برو بریم. یا خدا همین اولی کار فکر کنم ترک خورد شیشش. آهان عالی. این بیشتر کف عکس‌العمل نشون میده. همینطوری برو داداش که درسته. شاید سنگه بتونه کمکت کنه تو خراب شدن، ولی خب بچه‌ها این ماشین هم مقاومتش این شکلی شد. این از همه‌شون کمتر بودش تا به الان. البته بستگی داره به اون شدت شتاب و اون مکانی که پرت میشه، ولی ما تا جایی که تونستیم دیگه پرتش کردیم. این قشنگ PDR لازمه و تقریبا سالمه، فقط قر شده، یعنی به صورت ساده خط و خش و این افتاده. انجینش هم سالم، همه چی اوکی و کاملا قابل استفاده است. خب بچه ها ماشین پنجم، حالا نمیم ماشین پنجم چندمه، کپی رنج رووره و یکی از SUV های شهر به حساب میاد. توقع داریم که اینا اسکلت بندیشون بهتر باشه، یعنی سازنده ها بهش بیشتر توجه کرده باشن. بریم ببینیم که اینا چجوری در میاد. باریکلا. آخ منطقه. آها عالی، بسیار خارق‌العاده. این داره راه میره. من اصلا هیچ کاری ندارم، من دست میزنم نچ. همه سنگا رو داره با خودش میاره و اصلا تعجب کردم، فکر کردم دیگه میمونه همون بالای کوه، داره میره همینطوری. بالاخره وایستاد. خب بچه‌ها اینم از نتیجه پرتاب این ماشین که به این شکل در اومد. آوردمش دیگه ماشینا رو تو ساحل که هم دور و برش خلوت‌تر باشه بتونیم ببینیم، همین که باستابش بهتره و کلا جلو بندیش نصف سمت چپش رو از دست داده و شیشه همه خورد شده. سقف اوکیه، کاملا استیبله. عقبش هم که فقط از سپرهای پایین جمع شده و بالاش فقط قوری داره و همین. اکسل هم همه ثابت بدون هیچ کج شدنی و این چرخ جلو سمت راست خراب شده، گیر میکنه به سپر و راه نمیره. خب ماشین آخرمون یه ماشین خوشگل برقی شده. این ماشینی که بهتون نشون میدمه و کاملا مدرنیزه شده. خودم هم تازه دیدمش و پیداش کردم، خیلی خوشم اومد، دوست داشتم تست کنم ببینم که این چه ریاکشنی داره. بریم بلکه این اصلا دیگه هیچی نیست، نه صدایی داره نه هیچ، فقط داره دف جلوش میره جلو اینا، ولی به نظر میاد چطور خوبی داشته باشه. بریم برای تست این یکی. 3 2 1. او سرعتشی خود. بریم برای تست مقاومتش. شت یا وای وای دمیج هم یادم رفت کن. آها این سنگ همیشه باید بیاد در سرویس. برو داداش برو. آی آها همیشه به این درخت میرسن گیر میکنن. خب بچه ها این هم از این ماشین برقی خوشگلمون که فقط خط و خش افتاده، حتی قرم نشده. احساس میکنم اینا روش کار کردن که
فیزیک اونچنان برش اعمال نشه، از اون کوه بیفته. فقط شیشه های شکست، فقط تو اسکلت بندیش هم هیچ تغییری پیدا نکرد و بدترین مقاومت میرسه به ماشین پورشه که دومین ماشین یا سومین ماشین تستمون بودش. خب دوستای گل، مرسی که تا آخر ویدیو همراهیمون کردین. اگر از اینجور سب ویدیو هم دوست داشتید که باز از GTA V بذارم، حتما با به اشتراک بذارید، لایک و ساب فراموش نشه. منتظر ویدیوهای جدیدترم باشید. فعلا خدا نگهدار.